من صلى بردین دخل الجنه. پیغمبر خدا گفت کسی که اگر نماز بامداد با جماعت ادا کرد اون کس وارد جنت میگردد. بعد خدمت کرد توانی گریه بسیار خوب. حضرت میگوید بعد این عبادت ها باز نناز که من به سوی تو ای خدایا عبادت کردم، من نماز بامداد خواب سحر پراندم و برای مسجد قدم زنان آمدم. اینا با به سوی درگاه خداوند نناز، بلکه باز گریه کن که خدایا این مشقت مرا به درگاه خود قبول بگردان. زیرا بنده بسیار مشکلات های دارد، بسیار حالت های خوف و خطر زیاد در پس دارد. همه مشکل برای ابن آدم، همه مشکل برای ابن آدم، همان که نیست واقف نیست آدم. همین که از عذابها با خبر شد، ز اندوه جزا خونی جگر شد. اصل همون آدم آدمی هست که از واقعه های خود، از روز جان دادن خود، از داخل شدن قبر، از روز بیدار شدن در روز قیامت فکر و اندیشه میکنه. من یک شیخ احمد رضی الله عنه را به شما میگویم، بعدا انشاءالله صحبت ما آغاز میکنیم. حضرت در معدن حال جنونی سبب گریه کردن شیخ احمد را خبر میدهد که شیخ احمد خیلی گریه میکردند، زاری میکردند، تولا میکردند. وقتی که از حضرت سبب گریه را پرسیدند، سبب زاری را پرسیدند، حضرت گفتند به بالا 8 جنت فوق گردون. جنت از روی روایت ها زیر عرش خداست، در قسم بالاست. دوزخ از روی روایت ها در زیر زمین است. به بالا 8 جنت فوق گردون، به زیرم 7 دوزخ ماند بیچون. بیاسایم چگونه در میانه، بیاسایم چگونه در میانه، بود لازم به من ذکری شبانه. حضرت گفتند چگونه من آرام گیرم، چگونه این چشم از آب دیده قاف شود وقتی که بالای سر من 8 جنت است، زیر پای من 7 دوزخ است و من یک بنده نالایق در مابین اینها خواب هستم. ندانم اهل پستم یا که بالا، چه آید حکم از ایزی تعالی. من نمیدانم، گفت نمیدانم که از خدای من چه حکمی آمده باشد که این شیخ احمد را بالا میبرند یا پایان میبرند. از این خاطر من در اندوه هستم.